سلام شما دوستای عزیزم. خوش اومدید به کانال خودتون. شما که روی این ویدیو کلیک کردید قطعاً یا دانش حسابداری دارید یا در حال خوندن حسابداری هستید و یا خلاصه یه ارتباطی با حسابداری دارید. در نتیجه من سعی میکنم اضافه گویی نکنم و تا جایی که میشه خب تعاریف که واضح هستن به فارسی میدونیم که چیا هستن و سعی من تماما بر این هستش که تفاوت‌های حسابداری در آلمان و تفاوت‌های حسابداری در ایران رو نشون بدم و کلمات تخصصی رو با شما به اشتراک بذارم. با حمله بر این توضیحات میریم که شروع بکنیم. معادله حسابداری همون جوری که میدونیم تشکیل میشه از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه‌مون. در زبان آلمانی دارایی‌ها با نام اکتیوا و یا فرموگنزورت شناخته میشن. همونطور که اینجا نوشتم براتون، بذارید اول آلمانیشو بخونم و بعد من فارسیشو بهتون میگم که چی میشه. Aktiva sind alle finanzielle Ressourcen und Vermögenswerte, die ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert. Sie repräsentieren, was das Unternehmen besitzt und wofür es finanziell verantwortlich ist. تا اینجا که فقط تعریف دارایی ها رو گفت که منابع مالی و دارایی شرکتن که در اختیار شرکت و یا در کنترل شرکت هستند و همینطور اینکه نشون میده خب شرکت چی در اختیارش داره و از نظر مالی مسئول اون هستش. نکته مهمی که الان اینجا ذکر شده این هستش که Aktiva werden in der Regel in der Bilanz auf der linken Seite dargestellt. دارایی ها سمت چپ ترازنامه قرار می گیرن. بچه ها از همین اول بهتون یه چیزی بگم. بعضی از بچه ها میان اکتیو و پسیو، اکتیوا اوند پسیوا، این دوتا رو با بدهکار بستانکار اشتباه میگیرن. اصلا اینجوری نخونید. اکتیوا دارایی هامون هستن، پسیوا بدهی هامون هستن. خب و هر دو فقط توی ما کجا میبینیمشون؟ تو بیلانس، توی ترازنامه‌مون این روها رو میبینیم، توی سرفصل‌های ترازنامه میبینیم و توی دفاتر روزنامه با نام دیگه‌ای میشناسیم اینها رو. پس وقتی که میخواید اینا رو بنویسید، حالا نوت بردارید یا یادداشت برداری کنید، به این نکته دقت بکنید که اکتیوا توی بیلانس هستن و کدوم سمت؟ لینکن زایت، سمت چپ ترازنامه ما قرار میگیرن. حالا مثالایی که براش وجود داره براش گفته شده که قطعا خودتون به فارسی میدونید چیه. حالا من این چند تا رو ترجمه کنم براتون. بارگلد، پول نقد، مطالبات تجاری، موجودی هامون که بود ساختمون، ماشین میشه ماشینالاتمون و سایر دارایی هامون. بدهی ها که در ترازنامه با نام پسیوا میشناسیمشون. Passiva sind die finanziellen Schulden, die ein Unternehmen gegenüber anderen Parteien hat. Sie repräsentieren, wofür das Unternehmen finanziell haftet oder schuldet. خب تا اینجا هم که تعریف پسیوا بود که بدهی‌های مالی یک شرکت هستش که نسبت به یک شرکت دیگه داره و نشون دهنده این هستش که شرکت از نظر مالی مسئول یا بدهکار چه کسی هستش. و نکته مهم اینجا هستش. Passiva werden in der Regel in der Bilanz auf der rechten Seite dargestellt. میگن که بدهی هامون یا پسیوا در سمت راست ترازنامه نشان داده میشه. خب و بعدش چند تا مثال براش زده که بعداً سر فرصت حتما راجبشون صحبت خواهیم کرد.
اجزای ترازنامه رو بعداً حتما با هم بررسی میکنیم. اصلا فکرتون اونجا نذارید، فقط الان سعی بکنید که طبق اون اطلاعاتی که دارید اگر که میتونید یه دونه ترازنامه فارسی برای خودتون بذارید جلو و با چیزی که داریم اینجا یاد میگیریم مقایسه بکنید. توی فارسی ما تمام دارایی ها رو سمت راست مینویسیم، به زبان آلمانی ما همه چیز سمت چپ، دارایی ها رو سمت چپ بیلانس و یا ترازنامه‌مون ثبت میکنیم. میرسیم به سرمایه و یا حقوق صاحبان سهام که در آلمانی با نام آیگن کاپیتال شناخته میشه. بچه ها ترجیح من این هستش که قطعا همه ما میدونیم سرمایه تعریفش به فارسی چی میشه، ولی ما به عنوان کسی که داریم کار حسابداری انجام میدیم حتما باید بتونیم اون دانشمون رو به زبان آلمانی هم توضیح بدیم و به همین علت هستش که من توضیحاتشون رو یعنی تعریف سرمایه یا آیگن کاپیتال رو به زبان آلمانی هم بهتون میگم، همونطور که تعریف دارایی و بدهی رو بهتون گفتم. یعنی روال کار ما این روال کار پیج قراره اینجوری باشه که یک کلمه ای رو وقتی یاد میگیریم بتونیم یه توضیح کوتاهی هم ازش بدیم. خب حالا آیگن کاپیتال چی هستش؟ Das Eigenkapital ist der Restbetrag, der übrig bleibt, wenn man die Passiva von den Aktiva subtrahiert. Es repräsentiert den Wert, den die Eigentümer des Unternehmens in das Unternehmen eingebracht haben oder durch die Gewinne des Unternehmens erworben haben. خب معنیشم بگم خدمتتون که حقوق صاحبان سهام مانده‌ای هستش که پس از کسر بدهی از دارایی ها باقی میمونه و نشون دهنده ارزشی هستش که صاحبان شرکت برای شرکت آوردن و یا از طریق سود شرکت به دست آوردن. حالا که فهمیدیم دارایی، بدهی، سرمایه توی آلمانی چی میشه، میرسیم سر وقت معادله حسابداری که با نام بیلانسگلایشung توی آلمانی شناخته میشه. Die Bilanz eines Unternehmens stellt das Gleichgewicht zwischen Aktiva und Passiva dar. Dies wird oft durch die Bilanzgleichung ausgedrückt. Aktiva gleich Eigenkapital plus Passiva. یا یه معادله دیگه که براش داریم یا براش گفته میشه Vermögen minus Schulden gleich Eigenkapital. خب حالا معنیشو بگم خدمتتون که تو معنیش هم میاد میگه ترازنامه یک شرکت نشون دهنده تعادل بین دارایی ها و بدهی هامون هستش که با این معادله‌ای که خدمتتون دوتا معادله که گفتم بیان میشه. فرموگن که همون دارایی ها، شولدن بدهی ها، ایگن کاپیتال هم که سرمایه‌مون هست، شولدن یا همون بدهی ها رو هم فرمد کاپیتال هم میگن. اگر جایی با نام فرمد کاپیتال دیدید تعجب نکنید بهش این رو هم میگن. خب ما تا اینجا راجع به ترازنامه صحبت کردیم، یعنی دارایی و بدهی و سرمایه تو ترازنامه هر کدوم چی میگن. حالا رسیدیم به اینکه بخوایم یه معادله رو توی دفتر روزنامه ثبت بکنیم. حساب تی رو که همه باهاش آشنا هستیم، به زبان آلمانی بهش میگن تی کنتو. بدهکار رو با زول، بستانکار رو با هاون میشناسیم توی دفاتر روزنامه‌مون و یادمون نره که بدهکار رو یا زول رو سمت چپ معادله و بستانکار یا هاون رو سمت راست تی کنتو یادداشت میکنیم و تفاوتش تنها همین برعکس بودنش هستش. دوستان عزیزم تا ویدئوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. حتما روی این چند تا چیزی که گفتیم خوب کار بکنید. ویدئوی بعدی میخوایم راجع به ترازنامه آزمایشی و کلا راجع به انبارگردانی و اینجور مسائل صحبت بکنیم. یکم وارد مبحث های تخصصی تر و یک اصول سخت تر میخوایم بشیم و
نیازمند این هستش که حتما این زول و هابن و یا اکتیوا پسیوا همه اینا رو جاشون رو دقیقا توی ذهنتون بسپارید. ممنونم ازتون که با لایک و سابسکرایب بهم این انرژی رو میدید که پرقدرت‌تر ادامه بدم و بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست بکنم.